دوستانی کل تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2022 در یک مطلب در سامانش تحت عنوان خدمت حربی قرض وطنداری است روی خط منصبداران بلندپایه را نشر کرد که فرزندانشان را خودشان به خدمت حربی فرستادند. داستانی ذکر کرده است که از جمله فرزندان رئیسان شهر و ناحیه‌های فیض آباد، تاجیک آباد، رشت، بختر، سردار شعبه محاسبات و مالیه داستانی کل تاجیکستان، فرزندان داستان‌های ناحیه جلال‌الدین بلخی و مومن آباد و پسر داستان حربی گارنیزون کولوب به خدمت حربی سفربر شدند. این در حالی است که در گذشته فرزندان منصبداران تاجیک با استفاده از نفوذ والدانش به هر راهی از خدمت ارتش خود را خلاص می‌کردند و به این دلیل ارتش تاجیکستان را ارتش کمبغلان و یا ارتش کارگر و دیقان نیز نام می‌بردند. دوستانی امانه گفته است که آیا فرزندان این منصبداران در همین موسم تیرمای به خدمت رفتن یا قبلا گزارش شده بود که پسر رئیس شهر بختر سجایالدین سلیمزاده سال 2021 با اختیار خود به خدمت حربی رفته است. قبل از شروع موسم تیرمایی دعوت به ارتش، وزیر مدافع تاجیکستان جنرال شیرعلی میرزا از کمیسرهای حربی شهر و ناحیه‌ها طلب کرده بود که پیش از همه فرزندان منصبداران دولتی را به ارتش سفربر کنند. داستانی کلم چنین ذکر کرده است که شماره شهروندانی که از خدمت حربی سرکشی میکنند سال تا سال کم شده، صف شهروندانی که خواهش اختیارا به خدمت حربی رفتن را دارند برعکس تو رفت زیاد می شود. حالا در تاجیکستان موسم تیرمایی دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. این موسم 1 اکتبر آغاز یافته تا 30 نوامبر دوام میکند. بنا به آخرین حسابات وزارت مدافع تاجیکستان در ماه اول دعوت تیرمایی یعنی در ماه اکتبر نقشه دعوت در سراسر جمهوری علکه 70% اجرا شده است. لازم به ذکر است که در مقایسه با دفعه‌های قبلی در جریان این دعوت تیرمایی حداقل در طول ماه اکتبر شکایت‌ها از ابله و تقریبا به گوش نمیرسند. قبلا هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا احاته‌گیری جریان می‌گرفت. ابله و یک شیفه اصلا غیر قانونی است. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که با این تجربه ابله و که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.